یه بحثی تو جامعه شده مبنی بر تعرض به وکلا که هر روز یه خبری میاد که یه وکیل رو زدن، حالا یا با سلاح گرم یا با سلاح سرد. شما حق اینو نداری که به کسی تعرض کنی، به جسمش، به روحش، به حیثیتش، به مالش، به آبروش. این که اصلا قطعا نادرست. ولی یه موقعی هم هست که جرم شناسی میگن آقا شما بررسی کنید اون کسی که مورد بزه قرار میگیره، میشه بزه دیگه، چقدر مقصر توی اون وقوع حادثه. مثلا یه نفر با یکی دیگه دعواش میشه، ای به اون فحش میده، ای اون عصبی میده، ای تحریکش میکنه. طبیعتا جواب خیر کال دیگه، اون میاد یه چاقو میزنه بهش، یه فحشی بهش میده، یه کاری میکنه دیگه، یه واکنشی بشه. ما تو عرصه وکالت یه اصول اخلاق حرفه‌ای داریم که اگر اخلاق حرفه‌ای واقعا رعایت کنی، یا آقا من تو نوشتنم، تو گفتنم، تو رفتارم، تو اقدامم، تو کردارم، تو کارم اصل رو صداقت میذارم، کارم درست انجام میدم. برای چی؟ برای که احقاق حق بشه، نه اینکه بخوام لجه یکی رو در بیارم، یکی رو تحریک کنم، خدای نکرده حقی رو ناحق بکنم، ناحقی رو حق بکنم. این سلوه زندگی یک وکیل. اما اگه من وکیل اومدم تو دادگاه، به جایی که وکالت برای موکلم بکنم، دفاع ازش بکنم، طرف مقابلم رو تحریک کردم. مثلا وکیل بیاد بگه اگر موکل من بخواد من نمیذارم این پول رو بده. یعنی طرف مقابل تو ذهنش این میاد که توی وکیل شمشیر رو ارو برای این بس، وکالت نمیکنه. جسارت. ما تو عرصه وکالت اگر وارد این پروسه بشیم واسه اون خطرناکه. بله یه خطر بالقوه‌ای همیشه هست، یه آدمای مریضن تو حالت عادی هم وقتی ببینن یکی داره حقی رو احقاق میکنه میخوان به اون طرف آسیب بزنن، صورت مسئله رو پاک کنن، وکیل رو از عرصه خارج. مثلا میان به موکلش میگن وکیلت اومده به ما اینو گفته، وکیلت از ما پول خواسته، وکیل رو تو ذهن موکلش تخریب. حالا دیگه بسته به اونه که اون موکل عاقل باشه یا عاقل نباشه. اما یه موقعی هم هست خود وکیل برای خودش دردسر درست میکنه. مثلا پرونده‌ای که خیلی حساسیتش بالاست رو میاد قبول میکنه. آقا پرونده‌ای که جان یک آدم در میونه و میدونی حواشی بسیار زیادی داره، خب قبول نکن، مگر اینکه دیگه تسخیری باشه با مراعات حال طرفین وکالت انجام. تو فکر کن یک پرونده‌ای باشه طرف بچه‌ش رو میخوام قصاص کنن یا نه مثلا اعدامش کنن تو بعضی از جرایم، یا آقای وکیلی، خانم وکیلی برخلاف اخلاق حرفه‌ایش بیاد بگه من به تضمین به شما میگم که قصاص یا اون اعدام رو نقضش میکنم. آقا تو مثلا میلیارد تومان به من بده، الان نمیتونی این کارو بکنی. آره تو نه، میره خونه‌شو میفروشه، مالشو میفروشه، قرض میکنه، میاره میده به وکیل و وکیل بعدش نمیتونه این کارو کنه و اون بچه قصاص میشه. یه نفری که خودش رو جای اون آدم بذاره چه احساسی پیدا میکنه؟ میگه هم مالم رفته، هم بچه‌م رفته، هم دیگه تمام زندگیم تلخ شده. میاد سراغ وکیلی که بهش قول داده، روزنه امید بهش پاس کرد. تو روزنه امید پاس کردی، به من قول دادی، تضمین دادی، نشد. چه اتفاقی میفته؟ میاد تو یه جایی مراسم، یه جایی خلوتی پیداش کنه، تیر میزنه میکنه.